بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، پیرامون خرید نقد به یک قیمت، قرض به دیگر قیمت عرایضی دارم. عرض اول، من نه مفتی هستم، نه صلاحیت فتوا را دارم، نه ادعای علم را کرده. صرفا این صلاحیت را الله برم داده، این ظرفیت را داده که در کتابای اصل فقهی مجتهدین قرن سوم و دوم الاخیر مراجعه کنم، موضوعات را در آنجا از عربی به فارسی انتقال بدم. بس در رابطه به خرید و فروش، اول اصول قرآن را مد نظر بگیرین. الله جل عظمته میگه که یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله آسانی نمیخواد، سختی را نمیخواد. الله میگه که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله در دین حرج را نیافریده است، نمیخواد حرج باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یسروا ولا تعسروا، آسانی کنین سختی نکنین. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر زمانی که در دو راه قرار می گرفت، یکی سخت می بود، یکیش آسانتر انتخاب میکرد. در رابطه به خرید و فروش، وقتی که ما با فقه اسلامی مراجعه میکنیم، امرای فقها صحبت کردیم، علمای معاصر صحبت کردیم در رابطه به خرید 4 قسم است. خرید فروش اردوش مال به مال است، اردوش نقد به نقد است، سوم نقد است، پول پیسه نقد است، جنس قرض است. یا عکس گپ، جنس نقد است یا پول قرض است. پس یک انسان میتونه که یک مال را قرض بخره به پیسه کم، میتونه که قرض بخریش به پیسه زیاد. یک آدم میتونه که نقد بخره به پیسه کم، نقد بخره به پیسه زیاد. و در تمام اصول اسلامی ما معیار است که افضلیت است، یکی بهتر است، یکی حالت جواز است. پس وقتی که یک انسان میره یک جنس را ضرورت برایش داره، پیسه نقد نداره، امو جنس را با امو کیفیت از یک کس میخره با 5 سال قسط، با 5000 بالاتر، با 2000 بالاتر، کجای از این سود است؟ او آدم میخواد فایده کنه، تجارت بکنه. از یک آدم 50000 میخره، به تو 55000 میفروشه. امی سود است؟ و این 5 سال پولش بند میمانه و او باید فایده بکنه یا نکنه. و مفاد هر جانب ما مد نظر بگیریم یا نگیریم. پیامبر بزرگوار اسلام میفرمه که لا ضرر ولا ضرار. در تمام معاملات نه ضرر کو نه ضرر قبول بکو، هیچ طرف با ضرر نداشته باشه. امی موضوع که به قرض بخره به یک نرخ بلند، به نقد بخره به نرخ پایینتر، کجای از این سود است؟ من نمیفهمم. خیر شما ما را بفهمانید، دلایلتان را ارائه بکنین تا مردم از حرج دور شوند. ما شماره واتساپ خود را به همه دوستا دادیم. بهتر است ما شما مباحثه کنیم، مناقشه کنیم، استدلال کنیم. اگر من اشتباه کرده بودم در خواندن کتابا، علمایی که مامورش مشوره کردیم اونا اشتباه کرده بودن، این گپ عادی است، رسما معذرت میخواهیم. اما اگر ما اشتباه نکردیم، لطفاً بحث بکنین، استدلال بکنین، توهین نکنین، تحقیر نکنین، اخلاق و ادب مناقشه را مراعات کرده بین به مناقشه داخل میشیم. مردم را از حرج دور بکنین. هر کدامتان به جا فتوا نتین. ما فتوا نمیتون، بر کسی دیگه اجازه توهین نمیتون.